باور داشته باشید یا نه، مکانهایی با اتفاقات غیرعادی در سرتاسر جهان وجود دارد. ممکن است خانه‌های متروکه، جنگل‌ها یا قلعه‌هایی باشند که مردم در آنها شاهد حوادث تلخ و غم‌انگیز بودند. مشاهده ارواح و گزارش‌های متعددی از حوادث غیر طبیعی است که باعث شده مردم این مکان‌ها را تسخیر شده بدانند. در این ویدیو به بررسی 10 مکان تسخیر شده برتر در جهان می‌پردازیم. قبل از شروع سابسکرایب، لایک و روشن کردن زنگوله را فراموش نکنید. شماره 10: کشتی کوین مری، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. مردم محلی معتقدند این کشتی هتل غول‌پیکر در اقیانوس اطلس مورد تسخیر ارواح مختلف از جمله مسافرانی است که در طول سالهای فعالیتش در کشتی جان باختند. شماره 9: قلعه ادینبورگ، اسکاتلند. قلعه‌ای که سالها محل جنگ‌ها و مبارزاتی زیاد در طول تاریخ بوده است و مشاهدات عینی مردم از تسخیر این قلعه توسط اشباح سربازانی است که در این محل کشته شدند. شماره 8: خانه مونت کریستو، استرالیا. گزارش‌های زیادی از بازدید کنندگان از فعالیت‌های غیرعادی در این عمارت به پلیس محلی سالانه ارسال می‌شود. افرادی که از این عمارت بازدید می‌کنند، گزارش‌هایی از جراحات و حتی قتل داشتند که این مکان را به یکی از ترسناک‌ترین مکان‌های جهان تبدیل کرده است. شماره 7: قلعه دراکولا، رومانی. گفته می شود که این قلعه مخوف توسط روح ولاد بران که الهام گرفته از دراکولای برام استوکر است تسخیر شده است. شماره 6: برج لندن، انگلیس. با بیش از 1000 سال تاریخ، برج لندن توسط شخصیت‌های تاریخی مختلف از جمله در بولن و لیدی جین گری تسخیر شده است. شماره 5: قلعه شتوبرینت، فرانسه. شایعه شده است که این قلعه قرون وسطایی توسط روح فرانسوا دوفوی تسخیر شده است که سرنوشت غم‌انگیزان به تاریخ قلعه مرتبط است. شماره 4: زندان ایالت شرقی پنسیلوانیا، ایالات متحده آمریکا. یکی از مخوفترین زندان‌های آمریکا که افراد زیادی در آن کشته شدند و امروزه به گفته شاهدان عینی توسط اشباح و روح زندانیان تسخیر شده است. شماره 3: جزیره پوولیا، ایتالیا، که اغلب آن را یکی از جن‌زده ترین مکان‌های دنیا می‌نامند. این جزیره در نزدیکی ونیز به عنوان ایستگاه قرنطینه طاعون و بیمارستان روانی مورد استفاده قرار می‌گرفت. شماره 2: جنگل کیگاهارا، ژاپن، که به عنوان جنگل خودکشی نیز شناخته می‌شود. این جنگل انبوه در پایه کوه فوجی به دلیل تعداد بالای خودکشی‌هایی که در آنجا رخ داده است شهرت زیادی دارد. شماره 1: جزیره عروسک‌ها، مکزیک. یکی از جن‌زده ترین مکان‌ها در سراسر جهان. جزیره عروسک‌ها جزیره مصنوعی است. ساکنین جزیره معتقدند که این جزیره توسط روح دختری که در غرق شدن کانال جان خود را از دست داد تسخیر شده است. ممنونم از شما برای تماشای این ویدیو. امیدوارم لذت برده باشید و کمی ترسیده باشید. لایک، اشتراک و سابسکرایب رو فراموش نکنید تا ویدیوهای جدید رو از دست ندید. نظرتون رو هم در قسمت کامنت ها بنویسید.